رپ اجتماعی برای تعریف کنم داریم عجب اجتماعی که جنس زن اونجا حقیر است و یک سلسله قید و شرط ناقصیر است اجتماعی که اسم زن است یا سر میبره من تعریف میکنم و گوش که قصه را بعضی ها بر زن ارزش نمیده نمونش وانه و داستانی فرخونده در جامعه وجود داره مردانگی میزنن دم از مردانگی آیا مردانگی فروش دختران مردانگی میشه باعث قتلشان ز درد دختران میزنم فریاد و ناله چرا خودکشی کنه شکیل لای 7 سال چرا باید ازدواج کنه به اجبار چرا موارد پی هم شود تکرار رئیس خانواده پدر درست است دیگه کم ظلم بگو پدر دیگه پس همسر دخترت هم داره حق زندگی شون ازشون نگی حق زندگی شون ازشون نگی میگم از دوستانی ریزه گل پدرش فروخته بود شد در بدل پول ریزه گل بیچاره نداشت رضایت او رو فروخت به کسی که نداشت انسانیت واقعا که شنیدنش درد داره طی 6 سال کشید بسیار درد داره به رحمانه بریده شد بینی ریزه گل چرا باید زن کمک کنه تحمل زن مادر است که پرورش داده ما را حتی مقامش پیش خدا ارزش داره زن کی از زن امو مادر است زن کی از زن امو خواهر است زن کی از زن امو همسر است زن کی از زن امو دختر است پس حقوقش کت ما یک برابر است و هم حق زندگی داره مثل دوست یا سر یا ضعیفه نیست دور از زن بگو با امیدی که رب سر تاثیر کنه این فرهنگ بد هم تغییر کنه با امیدی که زن از زندگیش باشه خوش دیگه نداره دست بریدن بینی و گل با امیدی که مذکر عادل شوه واقعا مرد فامیل شوه واقعا مرد فامیل شوه